ازم پرسیدین چرا با خالکوبی دخترای عرب از قصه های ایران باستان و شاهنامه میگم. عربا یه ضرب المثل دارن که میگن خالکوبی طلای دختر فقیره. ولی نه فقط دختر عرب. اگر روی چونه من نقش ثریا یا ستاره پنجپر دیدید، من یه دختر عربم که اینا رو به نشونه خوشیومنی و بخت گشایی زدم. خاله کنار چشم و وسط پیشونیم یا برای چشم زخمه یا درمان سردرد. ولی اگه وسط پیشونی من نقش خورشید بود و روی چونم نقش 7، من یه دختر کردم. خورشید روی پیشونیم زدم و از اجرام آسمانی برای خانوادم بخت و اقبال و سلامتی آرزو کردم. تعداد پرتوهای خورشیدم نشون دهنده تعداد اعضای خانوادمه. نقش 7 روی چونمم قبیله منو نشون میده. نیزه سه شاخ و نقش پرویز و دستبند اما مخصوص دختر بختیاریه. نیزه سه شاخ و دستبند رو برای دوری از شر آل کوبیدم و نقش پرویز رو برای خوشیومنی. زیر این پست برام از خالهای قوم و قبیلتون بگید.